شهست قادم عادت بزاری بالا 30 میلیون به عادت 30 بزاری بالا ترس وهم میترسی ما مثال یا بچه یا دختر دارم اگر پیشم 5 minut بسیبرم میترسی ترس وهم باز من مثال ایش ایرا دیدم ترس وهم نمیتونم ما درج عوامی ما مادرای عزیز همین فرزندان رو باید که با دقت احترام بکنیم و نگاه کنیم. ما هم کنیشن از تنفس هم میبینیم کودک‌ها گوشگی صورتاشون زدگی میبینیم زیغ میشیم که این کودک کی باشه یافته نیفته ما هم خیلی همین زیغ میشیم و تشویش میکشیم و خیلی هم کودک‌ها بعد همین ما هم نبیره داریم خیلی بچه ما خیلی کلان هم نبیرمون مایده همه وقت تاکید میکنیم که کودک‌ها ایخونه برو آمدن یا با یگان سن بخچه با یگان سن مگزین رفتن با دقت نگاه کنید که مادرها در خانه بیکارن که باید نگاه کنن و خیلی مثلا شما هم یک مادر وقتی همین گونه خبر میشنوید چه احساسات شما رو فرا میگیره؟ زیغ میشه برای مادر نگاه کنه خدا